بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، وقفنا عند قول الشيخ رحمه الله تعالى: بل أرسل إلينا رسولا. صحيح؟ ما درس ما یعنی که از همینجا آغاز می شود، در همینجا ایستادیم. بل أرسل إلينا رسولا. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى: لما كانت العبادة لا يجوز أن نأخذها من استحساننا أو تقليد فلان وعيلان من الناس، أرسل الله إلينا رسلا تبين لنا كيف نعبده. أكنون شيخ شرح داده گفته ایستادیان که در تحت بل ارسل الینا رسولا، بلکه الله سبحانه و تعالی به سوی ما رسول فرستانید. برای چی گپ گفته است؟ یعنی الاولى ان الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا. ما را به اهمیت نگذاشت، بلکه چیکار اهمیت داده حال ما را به سوی ما رسول فرستانید. اکنون در تحت این شیخ گفته شدن که لما كانت العبادة لا يجوز، وقتی که عبادت را جایز نیست، ان نأخذها، که اوی را گیریم، من استحساننا، از چیزهایی که به خود ما معقول است. یعنی عبادت یک چیزی نیست که هر کاری که هر طرزی هر نمودی که به ما معقول شود از پیش خود ما گرفته او را عبادت قرار دهیم. وقتی که این خیلی که جایز نیست، یا که عبادت این خیلی نیست که ما تقلید فلانی و بسبدانی کنیم، تقلید فلانچی و فلانچی ها کنیم از مردم. وقتی که این خیلی ممکن که نیست، ارسل الله الینا رسولا، الله سبحانه و تعالی به سوی ما کیا را فرستانید؟ رسول ها را. این عام گفته ایستاده است، فهمیدید؟ ما گفته این همین مردم، از آدم، از ما اولی فرزند آدم تا دوران نوح پیغمبر سر کرده تا همین روز در نظر دارد گفته ایستاده است که بلکه به سوی ما کیا را فرستانید؟ رسول ها را فرستانید. تبین لنا، این رسول ها برای ما میفهمانند، بیان میکنند کیف نعبدو، چه خیلی او را عبادت میکنیم. فهمیده؟ چرا؟ لأن العبادات توقیفیة لا يجوز أن يعبد الله بشيء إلا بما شرعه. زیرا اینکه عبادت ها توقیفی هستند. عبادت ها چی هستند؟ توقیفی. معنای توقیفی این است که عطای الهی هستند، همون الله دادگی، الله نشان دادگی، الله گفتگی طرز به عبادت میکنی، نه اینکه از پیش خودت یا که به گفت فلانه. فهمیدید؟ عبادت ها چی هستند؟ توقیفی هستند. یعنی معنای توقیفی آن است که عبادت باید که طبق نشان داد الله باشد. لا یجوز ان یعبد الله بشیء، جایز نیست که الله را عبادت کرده شود بشیء، به کدام طرز و نمودی که نباشد، الا بما شرعه، مگر به آنی که الله در شریعت چیکار کرده است؟ نشون داده است. الا بما شرعه، مگر به آن طرزی که الله خودش در کتابش یا که پیغمبر صلی الله علیه و سلم او را نشون داده باشد. فهمیدید؟ انا همه عبادت است. همین خیلی قاعده است که والنکرات فی سیاق النفی او النهی تفید العموم. نکیره ها در دوام جمله های منفی عموم میفهمونند. یعنی که در کدام جمله که منفی بیاید یعنی نه بیاید، لا یجوزو، جایز نیست. در دوام همین بینید که یگان اسمی نکیره بیاید
اسمی نامعلوم بیاد اگر به معنای عموم میشه. مثلا اسمی نامعلوم در اینجا بشیء انا من جنده اسمی نکیره است. بشیء معناش این که به یگان طرز و به یگان نمود عبادت کردن ممکن نیست الله سبحانه و تعالی را مگر الا بما شرع، مگر به اون طرز عبادت کردن میشد که همون طرز کی نشان داده باشد؟ الله سبحانه و تعالی در شریعت نشان داده باشد. چون علمه؟ بله. فالعبادات توقيفية على ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. عبادات ها توقیفیان، یعنی عطای الهی هستند با آن طرزی که وحیها را رسول ها علیهم السلام آورده اند. جاءت متعدی شده است به سبب بی، فهمیدید؟ جاء آمد میشد، جاء به آورد میشد، فهمیدید؟ یعنی که به آن طرز عبادت کرده می شود که همون طرز آوردگی باشند که ها رسول ها علیهم السلام. فالحکمت من ارسال الرسل ان یبینوا للناس کیف یعبدون ربهم و ینهونهم عن الشرك والكفر بالله عز وجل. حکمت از فرستانیدن رسول ها چیست؟ با کدام حکمت الله سبحانه و تعالی رسول ها را میفرستند؟ پس حکمت از فرستانیدن رسول ها این است که ایشان بیان میکنند برای مردم، میفهمونند چگونه پروردگارشون مردم عبادت بکنند و مردم را منع میکنند از شرک آوردن به الله و از ناباوری یا که کفر به الله عز و جل. فهمیدید؟ حکمت از ارسال رسول همین است. یک از پرسد که مثال ما الحکمت من ارسال الرسل ماذا تقولون كيف تجيبون؟ تقولون الحكمة من ارسال الرسل ان يبينوا من يبين الرسل للناس كيف يعبدون ربهم، يعني الناس كيف يعبدون ربهم وينهونهم عن الشرك والكفر بالله عز وجل. هذه مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام. أنا همین است کاری و وظیفه رسول ها علیهم السلام. فهمید؟ کاری رسول ها همین است. رسول ها برای دهقانی کردن نمی بیان، برای خونه پوشی یاد دادن نه. علیهم السلام. ولهذا یقول علیه السلام، برای خاطر همین است که جناب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که من عمل عملا لیس علیه امرنا فهو رد. به خاطر این است که جناب پیامبر صلی الله علیه و آله در حدیثی مذکور که از حضرت عایشه مادر ما روایت شده است که گفتند من عمل عملا، کسی کدام عملی رو که نباشد انجام دهد لیس علیه امرنا، در همون کار امر ما نیست، در همون کاری کردگیش امر بزن اتکنیمز yok، گفتی ما نیست، یعنی در دین ما نیست گفتگی گم. همون گفتگی کار، همون کردگی کار اگر در دین ما نباشد فهو رد. و چی است؟ رد است. رد به معنای مردود است و مردود معناش ای غیر مقبول، قبول نیست به درگاه الله سبحانه و تعالی. نماز میخونی باید که نماز طبق نشانداد شریعت باشد. روزه میداری باید که روزت طبق نشانداد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم باشد. کسی عملی را انجام دهد. من عمل عملا، کسی عملی را انجام دهد. فالعبادت توقیفیه، با تکرار میکنه شیخ، عبادت این عطای الهی است. این عطای فلانی بحث بدانی نیست، این عطای الهی است. والبدع مردوده، بدعت ها چیان؟ مردوده. والخرافات مردوده، دادم کرد بابم کرد اینا مردودن خرافات ها. والتقلید الاعمى مرفوض، تقلید کورکورانه، از پس یگان کس کورکورانه رفتن به دلیل و اثبات، اینم چی است؟ مرفوض است، یعنی متروک است، رد است، پرتافتگی است، قبول نیست. لا تؤخذ العبادات الا من الشريعه التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عبادت ها را گرفتن نمی شود مگر از شریعت. از کدام شریعت؟
از همان شریعتی که جاء بها وی را آورده است رسول صلی الله علیه و آله و سلم. خلاصه عبادت به دلیل نمیشد، کورکورانه عبادت کردن نمیشد. چقدر کم من الناس، چقدر مردم هستند که الله را نمیشناسند، نعوذ بالله. چقدر مردم هستند که نماز هم تو کورکورانه ادا میکنند، نعوذ بالله. مفهوم؟ بنابراین قول شیخ محمد بن عبدالوهاب گفتند که بل ارسل الینا رسوله، بلکه به سوی ما الله سبحانه و تعالی رسول فرستانید. هو محمد صلی الله علیه و علی آله و سلم خاتم النبیین. خاتم النبیین، خاتم النبیین دو خیلی میشه خوند. او محمد صلی الله علیه و آله و سلم است، خاتم دهنده پیامبران که بعد او پیامبر نخواهد شد. ارسله لیبین لنا، الله سبحانه و تعالی او را فرستانید تا اینکه بیان کند برای ما، بفهماند ما را. لماذا خلقنا، چرا ما آفریده شدیم؟ چرا ما آفریده شدیم؟ و یبین لنا، یا که و یبین لنا کیف نعبد الله عز وجل، و تا اینکه برای ما بیان کند، فهماند ما چگونه الله را باید که عبادت کنیم. و ینهانا عن الشرک والکفر والمعاصی، او ما را منع میکند از شرک آوری، از کفر و از دیگر انواع معاصی، معصیت ها، گناه ها. هذه مهمة الرسول صلی الله علیه و علی آله و سلم. وظیفه پیامبر همین است، فهمیدید؟ هذه مهمة الرسول، رسول صلی الله علیه و سلم. وقد بلغ البلاغ المبین، در واقع در حقیقت جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم تبلیغ آشکار و تبلیغ طوری که لازم است او را رسانید، تبلیغ کرد، به امت رسانید. هر آنچه که الله امر کرد، از کدام کاری که مثلا الله سبحانه و تعالی من کرده باشه، جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم چیکار کرد؟ بلغ، تبلیغ کرد، رسانید. و ادى الامانه، اون امانتی که در دوشش بود او را چیکار کرد؟ جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم ادا کرد. و نصح الامه، امت نصیحت کرد علیه الصلاة والسلام. و بین و وضح، بیان کرد، ایضاح کرد، شرح داد، فهمانید. و ترکنا علی المحجة البیضاء لیلها کنهارها، ما را در یک حجتی چنان سفید مان که شب آن حجت مانند روزش است. فهمیدید؟ یعنی ما را در یک شریعت گذاشت طرف که شب این شریعت مانند روز است. فهمیدید؟ شب این شریعت مانند روز باشد روشن. اکنون شما چی میگوید؟ روز این شریعت چی باشد؟ روز این شریعت از این روز هم یعنی روشن تر است. فهمیدید این مثلا؟ لا یزیغ عنها الا هالک، از او رو نمیگرداند، از این محجة البیضاء، از این حجتی هویدا، از این حجتی روشن، از این شریعتی مطهره رو گردان نمی باشد الا هالک، مگر کسی که هلاک می شود. چقدر انسان ها هستند که رو تافتن از این شریعتی مطهره هلاک شدند، نعوذ بالله. و هذا كما في قوله تعالى، این همانند قول الله سبحانه و تعالی است که فرمود اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، من امروز برای شما دین را مکمل کردم و نعمتم را بالا، یعنی نعمتهایم را بالای شما پره و به کمالات رساندم، پره کردم. و رضیت لكم الاسلام دینا، و دین شما را به نام اسلام پسندیدم. دین شما را، دین شما دین نصرانی و مانند او خریستیانی نیست یا که مثلا یهودی. این را دین شما را چی برگزیدم، چی انتخاب کردم، چی پسندیدم؟ اسلام. این الدین عند الله الاسلام، طوری که در دیگر موضوع میفرماید که به درستی این دین پسندیده، دین مقبول امروز در پیشگاه الله سبحانه و تعالی کدام دین است؟ اسلام است. فمن اطاعه دخل الجنه، قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار.
کسی که اطاعت از پیامبر کند به جنت می دراید و کسی از پیامبر عاصی شود به دوزخ داخل می شود. نعوذ بالله. قول مؤلف که من اطاعه گفت ای فيما امر به، در کدام کاری که به همان کار امر کرده باشد کسی اطاعتش کند دخل الجنه، به جنت می دراید. مفهوم؟ و قولی او که و من عصا، کسی از او عاصی شود فيما نهى عنه، یعنی در کارهای من کرده، یعنی کارهای من کردگی او انجام دهد کند دخل النار، به دوزخ می دراید. و هذا مصداقه كثير في القرآن، دلیل و اثبات این در قرآن بسیار است. دلیل و اثبات این در قرآن بسیار است. قال تعالی، الله تعالی فرمود من یطع الرسول فقد اطاع الله، کسی اطاعت از رسول کند به تحقیق اطاعت از الله میکند. فهمیدید؟ و قال تعالی، نیز الله سبحانه و تعالی فرمود و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، و نفرستانید ما یگان رسول را مگر تا اینکه او را اطاعت کرده شود به اذن الله سبحانه و تعالی. و قال سبحانه و تعالی، با الله سبحانه و تعالی فرمود و این تطیعوه تهتدوا، اگر شما اطاعت از او کنید بعد از آن هدایت مییابید. یعنی اطاعت از پیغمبر کنید، انا همونجا شما همون وقت شما هدایت راهی راست مییابید. معلوم میشه که بسیار کسانی که در ضلالتن اطاعت از پیغمبر نکردن. وقال تعالى واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، اطاعت از پیامبر کنید شاید که شما رحم کرده شوید. یعنی خواهید که الله در زیر رحمت الله باشید، شما اطاعت از رسول بکنید. فمن اطاعه اهتدى و دخل الجنه، کسی اطاعت از او کند هدایت یافته، جنت به جنت داخل می شود. و من عصاه ضل و دخل النار، و کسی از او عاصی شود گمراه می شود و به دوزخ داخل می شود. قال صلی الله علیه و علی آله و سلم کلکم یدخل الجنه، هر کدام از شما به جنت می دارد. گفتم پیغمبر الا من ابى، مگر کسی که رو گرداند، مگر کسی که خودداری کند، مگر کسی که نمی درایم گوید. قالوا یا رسول الله و من یأبى، گفتند ای پیامبر، ای پیامبری الله، کی رو می گرداند، کی نمی خواهد به جنت داخل شود؟ جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند من اطاعنی دخل الجنه، کسی اطاعت از من کند به جنت داخل می شود. و من عصانی دخل و من عصانی فقد ابى، و کسی که از من عاصی شود انا همون انسان چیکار که ابا کرده است، خودداری کرده است، نخواست که به جنت داخل شود. اخرجه البخاری من حدیث ابی هریره رضی الله عنه. این حدیث امام بخاری از حدیث ابو هریره روایت کرده. فقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبى، أي أبى أن يدخل الجنة، إباكر روتاف از در آمدن جنت. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار. أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. دیگه موضوع جناب پیامبر صلی الله علیه و به طریق یعنی از حدیث ابو هریره مسلم روایت کرده است. گفتند لا يسمع بی یهودی، نمیشنود درباره من یهودیه یا نصرانیه، بعد ایمان نمی آورد به آن چیزی که من او را آوردم مگر به دوزخ داخل میشه. یعنی کدام یهودی و نصرانیه که شنود داند که من آمدم، یعنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیغمبری آخر زمان آمده است، بعد از شنیدن اگر ایمانی به من نآورد، ایمان به آورده من نکند، دخل النار، و دوزخ داخل می شود. این حدیث آشکارا گفته است که یهود و نصرانی ها به جنت داخل نمیشن تا به شریعت محمد صلی الله علیه و سلم ایمان نآورد. فمن اطاعه دخل الجنه، کسی اطاعت از او کنه به جنت می دراید. و من عصاه دخل النار، و کسی از او عاصی شود به دوزخ می دراید. و هذا هو الفارق بین المؤمن والکافر، همین است فرق کناننده، فرق میان مؤمن و کافر. فرق کناننده، فرق بین مؤمن و بین کافر چیست؟ در اطاعت پیغمبر، در عاصی شدن پیغمبر.
پیغمبر اطاعت کردی نعوذ بالله یعنی که اگر مواد از اطاعتش برای یعنی شریعتش قبول نکنی یعنی که نعوذ بالله یعنی اطاعتش نکنی و معنی نه که مثلا بعضی حدیثاش عمل نکنی و دیگه عمل نکنی یعنی کسی که کلا شریعت پیغمبر انکار کند قبول نکند دیگه شریعت دیگه دین و آیین قبول کند دیگه نعوذ بالله و کافر میشه مفهوم یک موضوع است تموم شد خواهد دوامش دیم دوام والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا دليل سخني الله سبحانه وتعالى سكي فرمود بدرستی ما فرستانیدیم به سوی شما رسول را همچون شاهد برای شما چنانه که فرستانیدیم به سوی فرعون رسول را فعصى فرعون الرسول از فرعون از رسول عاصی شد فأخذناه أخذا وبيلا ما او را به عذاب سخت گرفتیم عذاب سخت وبيل قوله معلم شارح قفتي والدليل أي على إرسال الرسول يعني الدليل إثبات بفرستان دين الرسول قوله سبحانه وتعالى اسكي فرمود إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم بدرس ما فرستان دين بسوي شما رسول را همچون شاهد برای شما كما أرسلنا إلى فرعون رسولا چنانه که فرستان دين بسوي فرعون رسول را فعصى فرعون الرسول از فرعون از رسول عاصی شد فأخذناه أخذا وبيلا مورا بعذاب سخت گرفتیم قوله تعالى إن الله سبحانه وتعالى فرمود كي إن بدرسيم الضمير راجع إلى الله سبحانه وتعالى إن ضمير يعني جانشين شخصي راجع بسوي الله سبحانه وتعالى إن بدرسيم ما الله سبحانه وتعالى چی گوشتد ما گوشتد إن إشارة بالله وهذا ضمير المعظم نفسه إن خلنا ضمير میگوین این ضمیر جمع نیست این ضمیر جمع نیست ماها میگیم که در اینجا این ضمیر جمع نیست این ضمیر معظم نفسه گوشته ضمیری که خودش جمع نیست احترامی خود است الله سبحانه و تعالی خودش تعظیم میکند احترام میکند یعنی شأنش بلند میگوید لانه عظیم سبحانه و تعالی زیرا او سبحانه و تعالی در واقع بزرگ است ارسلنا فرستانیدیم كذلك هذا ضمیر العظمه همچنین در اینجا ضمیر چی است ضمیر جمع نیست این ضمیر عظمت است ما فرستانیدیم و معنی ارسلنا بعثناه و اوحینا الیه ما او را فرستانیدیم و به او وحی فرستانیدیم الیکم بسوی شما یا معشر الثقلین یک الثقلین الجن والانس بسوی شما ای جماعه دو طایفه جنها و انسانها یعنی بسوی شما فرستاندیم ای جماعه جنها و انسانها خطاب لجميع الناس این خطاب به تمام مردم است لأن رسالة هذا الرسول عامة لجميع الناس إلى أن تقوم الساعة زیرا که رسالت این رسول صلی الله علیه و سلم پیامبری این پیامبر صلی الله علیه و سلم عام می باشد برای جمیع مردم تا قائم شدن روز قیامت تا قیامت برپا شدن یعنی که این شریعت این رساله پیامبر صلی الله علیه و سلم عمومی می باشد رسولا مراد از رسول در آیت هو محمد صلی الله علیه و آله و سلم است محمد صلی الله علیه و سلم شاهدا علیکم شاهد است برای شما ای عند الله سبحانه و تعالی یوم القیامه یعنی در پیشگاه الله سبحانه و تعالی در روز قیامت شهادتی میتید بانه کی وی بلغکم رسالت الله رسالت الله را به شما صحت سلامت آورده رسانید و اقام الحجت علیکم حجت را بالای شما قایم کرد شما را دکزت کرد فهمیدید كما قال تعالى طوری الله سبحانه و تعالی فرمود رسولا ما فرستانیدیم رسول ها را مبشرین و منذرین نگاه کنید این رسول ها همچون بشارت دهنده اند برای نیکوکاران و بیم کناننده و ترساننده اند برای بدکاران چرا فرستانیدیم رسول ها را علتش میگوید لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسول تا اینکه
برای مردم ضد الله حجت نشود بعد رسول فرستانیدن. فهمیدید؟ تا اینکه به فایده مردم ضد الله چی نشود؟ حجت نشود که در روز قیامت به مردم چی نگویند؟ رسول نآمد، ما نفهمیدیم این حلال است، ما نفهمیدیم این حرام است. همین گپ نشود. گفته الله سبحانه و تعالی میگه ما چیکار کردیم؟ رسولا مبشرین و منذرین، رسول ها را همچون بشارت دهنده و همچون بیم کناننده فرستادیم. رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسول. بعد رسول تمام دیگه حجت چی شد؟ قطع گردید. یگون حجت و دلیل نداری. پگه ای بنده در پیش پروردگار بگویی که من نمیدونستم یا که من نفهمیدم، این یگون رول بازی نمی کنه. فلا احد، شیخ خودشم میفرماید، فلا احد یوم القیامت یقول، یگان کس در روز قیامت نمیتواند که گوید انا لا ادری، من نمیدانم، لم ادری، معذرت، الا لم ادری، من ندانسته بودم، انی مخلوق للعباده، من ندانسته بودم که ما آفریده شده بودم برای عبادت کردن. انا لم ادری ماذا یجب علی، من ندانستم که چی واجب است بالای من. ولم ادری ماذا یحرم علی، و نمیدانسته بودم که چی حرام است بالای من. لا یمکن ان یقول هذا، این گفتن ممکن نیست. لأن الرسل عليهم الصلاة والسلام قد بلغتهم، زیرا که رسولان علیهم الصلاة والسلام به طریق عام گفته است به مردم تبلیغ کردند، جایی نمیدانم نمان. و هذه الامة المحمدیه تشهد علیهم، حتی این امتی محمد صلی الله علیه وسلم ضد امتان پیشین چی میدهند؟ شهادتی میدهند. فهمیدید؟ همین امت بالای یهود و نصرانی ها در روز قیامت شهادتی میدهند که چه خیلی شما این کار میکنید که نمیدانستم، این پیغمبران نگفتن برای ما. من میپرسن شما کجا دانستید؟ ما از قرآن خواندیم که نوح تبلیغ کرد، لیلا و نهارا گفت قوم ما دعوت کردم. صالح پیغمبر، شعیب پیغمبر، اینا قومشون دعوت کردن. گفتم ما از قرآن فهمیدیم که این رسولا شما رو یعنی که دعوت کردن، تبلیغ کردن به شما رسالت الله را. در روز قیامت امتا پیغمبران منکر میشدند، اینا ما رو هیچ نگفتن، میگفتن نعوذ بالله. فهمیدید؟ پیغمبران رو متهم میکردن در روز قیامت. فهمیدید؟ و پیغمبران رو میپرسن الله سبحانه و تعالی شما دلیل حجت داره؟ ها، امتی محمد شهادتی میده. مردم قومی اونا در حیرت میموند که چه خیلی امتی اخیرون اومده که چه خیلی خبردار است از حال امتی مثلا موسی و عیسی یا اوای پیش مثلا نوح و دیگر. و میگن که ما از کتاب الله خواندیم، ما از سوره بقره خواندیم، سوره ابراهیم خواندیم، سوره یوسف خواندیم، اینا رو خوانده فهمیدیم که پیغمبران بیچاره چیکار کردن؟ به شما تبلیغ کردن، شما باید بخدا قبول نکردید. قال تعالى الله سبحانه وتعالى میفرماید که وكذلك جعلناكم امه وسطا، انا من جور ما شما را امتی وسط آفریده میگوید. ما شما را، یعنی این خطاب به امتی محمد صلی الله علیه و سلم است، ما شما را امت قرار دادیم. صفت شما چه خیل امت است؟ وسط، بهترین، برگزیده. فهمیدید؟ امتا وسطا. وكذلك جعلناكم امه وسطا، تصفیه 38 شما گوجر کوسید ما نفهم شده. چشماتو بفهم تست کن زدن. ما شما را امتی وسط قرار دادیم، یعنی بهترین امت، میانه. در شما نه افراط است و نه تفریط است، نه از حد گذر است در شما، نه از حد کم کردن است. لتكونوا شهداء علی الناس، تا اینکه شما بالای دیگر مردم چی شوید؟ شاهد شوید. میفرماید الله اکبر. و یکون الرسول علیکم شهیدا، و رسول بالای شما شاهد میشه. فهمیدید؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم بالای شما شاهد میشه. پیش الله نمیگوید که من این امت رسوندم. از این امت یگان کس نمیتود بود که من نفهمیدم با نماز فرض است، روزه فرض است، توحید آموختن فرض است. فهذه الامه تشهد على الامم السابقه يوم القيامه ان رسلهم بلغتها رسالات الله بما يجدونه
من کتاب الله عز وجل. پس این امت یعنی امت محمد صلی الله علیه و شهادتی میدهد ضد امتان گذشته در روز قیامت که پیغمبران اونها به ایشان تبلیغ کردن رسالات الله را، مکتوبهای الله را برده رساندن، شریعت و قانونهای الهی را حلال و حرامی که از جانب الله بود به ایشان تبلیغ کردن. بما یجدونه، از کجا؟ با آنچه که یافتن او را از کتاب الله، از قرآن یافتن. این خبرها را کجا شنیدن؟ از کتاب الله. لأن الله قص علينا نبأ الأمم السابقة و الرسل وما قالوا لأممهم. زیرا که الله سبحانه و تعالی نقل کرد برای ما، قصه کرد، حکایت کرد برای ما خبری امم السابقه، امتان گذشته را و رسولان را و آنچه را که گفتند لأممهم، برای امتاشون. حالا یا رب اینی دعوت قومی، الله تعالی درباره نوح میگه من قوم دعوت کردم لیلا و نهارا فلم یزدهم الا فرارا، دعای الا فرارا. اونا مثلا دعوتای منند، هر بار که دعوت کردم فلم یزدهم دعای الا فرارا، هر بار که دعوتشون میکردن فرار میکردن، میگریختن. همینا رو با ما خبر میکشن، همینا رو ما ضد اونها میگفتیم، ضد امتشون ان شاء الله. كل هذا عرفناه من كتابه، همین از کجا دونستیم؟ همین دونستیم از کتاب الله عز وجل. الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، این چنان کتاب است که نه از پیشش و نه از پسش یگان باطل و دروغ داخل نمیشد. یعنی که این چنان کتاب است که یگان شک و شبهه ندارد، یگان تا روز قیامت این محفوظ است که تا روز قیامت یگان دروغ داخل نمیشد در این. فهمیده؟ تنزیل من حکیم حمید، این نازل شده است از طرف اون ذاتی که او صاحب حکم و صاحب حکمت است و حمید ستوده شده است که تمام ستایش لایق اوست. و یکون الرسول، و رسول می باشد برای شما شاهد. کدام رسول؟ و هو محمد صلی الله علیه و آله و سلم علیکم، برای شما. یا امت محمد شهیدا، ای امت محمد بالای شما شاهد می شود علیه الصلاة والسلام. یشهد علیکم عند الله، در پیشگاه الله ضد شما شهادتی می دهد اگر شما منکر شوید. انه اقام علیکم الحجة، که او بالای شما حجت قائم کرد، دلیل اثبات فهمون. و بلغکم الرساله، رسالت الله را به شما تبلیغ کرد. و نصحکم فی الله، بخاطر الله شما را نصیحت کرد. فلا حجة لأحد يوم القيامة بأن يقول، یگان حجت ندارد یگان کس در روز قیامت که بگوید ما بلغنی شیء، به من هیچی نرسیده است، ما جاءنی من نذیر، بمکناننده به من نآمد. حتى الكفار يعترفون عندما يلقون في النار، یلقون. حتی کافران اعتراف میکنن وقتی که اونها را در دوزخ میپردازند. حتی کافرها رو وقتی که در دوزخ میپردازند، کافرها اعتراف میکردن. چه خیلی تو با بنده گردت پر بود است که میگوی که من نمیدونم، نفهمیدم. نه، کافرها اعتراف میکنن. الله سبحانه و تعالی در شأن کافرها در سوره ملک میفرماید کلما القی فیها فوج، هر باری که یک گروه و یک دسته کافران را میپردازند در دوزخ، فوج، گروه سألهم خزنتها، مالکان دوزخ اونها را میپرسند الم یأتیکم نذیر، آیا به نزد شما بیم کناننده نآمد؟ یگون که شما را امر معروف و نهی منکر نمیکرده بود؟ سوالش میدن. قالوا بلا، چی میگویند؟ گفتن که آمده بود. قد جاءنا نذیر، بله آمده بود به نزد ما بیم کناننده، امر معروف ما میکردن بالای منبرها. بعد چی شده حال شما در اینجا؟ فکذبنا، ما ناباوری میکردیم، دروغ میگون اینا میگفتیم. و قلنا ما نزل الله من شیء، الله هیچ چیز نازل نکرده میگفتیم. این انتم الا فی ضلال کبیر، داعیانا بیم کناننده ها و امر معروف کنها رو چی میگفتیم؟ میگفتیم شما هیچ چیز نیست مگر در گمراهی بزرگت میگفتیم. شما گمراه شده، از حقیقت و از مدنیت ماندگی کسان هستی گفته طعن میزدیم. طوری که امروز بعضی دانشمندان اسلام طعنه میزنن، نعوذ بالله.
یقولون للرسل، میگوین برای رسولان، انتم فی ضلال، شما در گمراهی و ضلالتت میگوید. فهم یکذبون الرسل و یضللونهم، اونها رسولها را تکذیب میکردند، دروغ میگفتند و گمراهشون میپنداشتند. هذه الحکمة فی ارسال الرسل، انا همین از حکمت از فرستانیدن رسولان. اقامت الحجة علی العباد، چی بود؟ است قایم کردنی حجت بالای مردم، بالای بندگان. و هدایت من اراد الله هدایته، و هدایت و راهنمایی کردن کسانی را که الله یعنی که میخواهد هدایت کردنش را. کسی را که الله خواهد هدایت کردن، تو وظیفه تو یعنی که هدایت کردن، راهنمایی کردن، نشون دادن، امر معروف کردن. اما هدایتی توفیق در دست الله سبحانه و تعالی. الرسل یهدی الله بهم من یشاء، رسول ها الله سبحانه و تعالی به توفیل اونها یا که به سبب اونها هدایت میکند کسی را که خواهد. و یقیم الحجة علی من عاند و جحد و کفر، الله سبحانه و تعالی به طریق رسولان چیکار میکند؟ قایم میکند حجت را علیه کسانی که گردن شخی میکنند و انکار میکنند و کافر میشوند، ضد اونها الله تعالی حجت قایم میکند که یگون کافر، یگون معاند سرکش، یگون انکار کن و یگون کافر در روز قیامت زبان گشادن، یعنی که به حجت زبان گشادن نمیتونن. کما ارسلنا الی فرعون رسولا، طوری که ما به فرعون فرستانیدیم رسول. نگاه کنید، به فرعون رسول فرستانیدیم، فرعون چیکار کرد؟ عاصی شد. الله سبحانه و تعالی عاقبت فرعون چیکار کرد؟ برای چی؟ یعنی که حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم به موسی برابر میکند و قوم اینه به قوم او برابر میکند. آگاه کسی دیگه میگود، طوری که میگود قوم فرعون یعنی فرعونی ها یعنی حضرت موسی را عاصی شدن، اخیر چیکار شدن؟ به عذاب سخت گرفتن. شما را به عذاب سخت میگیریم اگر چی کنید. این همین خیلی است. یگون خیلی است که مثلا وای را خلق کردیم شما را خیر چشم میپوشم. نه، این قیاس و این مساوات به اون مقصد است که احتیاط کنید. اوای هم بهتر کردن الله میتوند. خیلی که ما فرستانیدیم به فرعون رسول را. الرسول هو موسی علیه السلام. مراد از رسولی که به فرعون فرستانیده شو موسی علیه السلام است. و فرعون هو الملك الجبار فی مصر، وی پادشاه ظالم است در مصر. الذي ادعى الربوبیه، همان فرعونی که دعوای ربوبیت کرد. ربوبیت این یکی از انواع توحید است، یکی از اقسام توحید است. توحید سه قسم میشه: توحید ربوبیت، توحید الوهیت، توحید اسماء و صفات. این نمودی توحید باید که یگون کافر منکر نشود. چون ایشان را گویند که کی آفرید زمین و آسمان را، کی به شما رزق و روزی میدن؟ در جواب میگویند قالوا الله، میگویند که الله. اما این فرعون بدبخت دعوای ربوبیت کرد که همین زمین و آسمان ما آفرید. اینا همش دعوای ربوبیت کرد. من زنده میگردم، من میرانم گفت. و فرعون لقب لكل من ملک مصر. فرعون اساسا این لقبی تمامی کسانی که بودن در مصر پادشاهی میکردند. در مصر کدام کسی که پادشاه میشد لقبش چی بود؟ فرعون میگفتن. همش نامش فرعون. فرعون ها بسیار گذشتگی‌اند. اما در این آیت کدام فرعون در نظر دارد؟ اون فرعونی که در دعوای ربوبیت کرد. لقبای مثلا پادشاهای فارس چی بود؟ کسرا میگفتن. در فارس، در ایران امروزه فارسان در پادشاهاش، هر پادشاهی که میشد نام او لقبش کلیشکش چی بود؟ کسرا. نه، بعد دیگه دولتان مثلا قیصر میگفتن. بله، یقال له فرعون و فرعون میگفتن. والمراد به هنا فرعون الذي ادعى الربوبیه. مراد از فرعونی که در این آیت ذکر شده است کدام فرعون است؟ الذي ادعى الربوبیه. این همان فرعون است که دعوای ربوبیت کرد. فقال انا ربكم الاعلى، طوری که در سوره نازعات میخونیم که گفت که من پروردگار، من رب اعلای شما هستم. نگاه کنید، همین فرعون دانست که رب در کجا بودنشه، ولی اعتراف خودش اونجا گرفت، اعلا بالا گفت. امروز فرعون میدونه که رب در بالا است، برای جای خودش گذاشت من پروردگار بالای شما هستم گفت.
بالا بنشونده. امروز اهل سنت و جماعت هم گفته که دعوادارها منکر میشن بالا بودن الله را. فرعون نگاه کنه، با وجود اینکه دعوای ربوبیت کردن، صفت الله را که میداند که یکی از صفاتهای الله اعلا هست را خودش گرفت. امروز ما مردم حنفی مذهب و اینه و گفته چیکار میکنن؟ یعنی الله رو بالای عرش بودنش به این کار میکنن، بالا بودنش این کار میکنن. نعوذ بالله. الله در همه جا هست میگه نعوذ بالله. الله بنوتیه. فعصى فرعون الرسول، پس فرعون عاصی از رسول شد. عاصی از کی شد؟ و موسی عاصی از موسی شد، گبناگیر شد. کفر به فرعون، فرعون به او کافر شد. کما قص الله فی کتابه ما جرى بین موسی و فرعون، طوری که الله سبحانه و تعالی قصه نقل کرد، حکایت کرد در کتاب خودش اون ماجرایی که بین موسی و فرعون شد، اون ماجرا و اون گفتگوزار و اون یعنی چیزی که شد. و من انتهى الیه امر فرعون و قومه، الله سبحانه و تعالی یعنی نقل کرد در کتاب خودش من انتهى الیه چی روی داد، در نتیجه چی شد و به چی خاتمه یافت کار فرعون و قوم فرعون. من انتهى چی خاتمه داد کار فرعون و قوم فرعون، چی شده؟ یعنی غرق شد. الله میفرماد که فاخذناه ای اخذنا فرعون بالعقوبه، ما به عذاب گرفتیم فرعون را. و هو ان الله اغرقه، مراد از همون عقوبت چی بود؟ الله سبحانه و تعالی اغرقه و غرقش کرد، هو و قوم خودش با همراهی قومش، فی البحر در بحر، ثم ادخلهم النار، بعد از اونها را به دوزخ داخل کردند. نعوذ بالله. الله میفرماید که مما خطیئاتهم، یعنی به خاطر خطاگی کردگیشون، به خاطر گناهی که انجام دادن، اغرقوا، ایشان را غرق کرده شد. فادخلوا نارا، بعد از غرق شدن چیکار کردیم؟ اونها را به آتش دوزخ داخل کرده شد. فصار فی النار، بس ایشان همه در دوزخ افتیدن. فی البرزخی، در حیات برزخی که میانی آخرت و دنیا است. اون حیاتی که میانی دنیا و آخرت است، اون کدوم حیات میگوین؟ حیات برزخ که در اونجا یعنی چنان عذاب است که او موافقی عذاب این دنیا نیست و عذاب او هم موافقی عذاب آخرت است. الله سبحانه و تعالی فرمود النار یعرضون علیها غدوا و عشیا، یعنی ایشان را به آتش سحرگاهان و بیگهان عرضه کرده می شود. نگرد هر سحر و هر بیگه اونها را به دوزخ آمیخته کرده می شود، در دوزخ سوزانده می شود. سحر یعنی شب و روز ایشان در عذاب دوزخ گرفتار، به عذاب دوزخ گرفتار. این در حیات برزخ گفته است. الان که نگاه کنید، هذا فی البرزخ، شیخ گفته است این در برزخ است، در حیات برزخ. قبل الاخرتی، برزخ در کجا است؟ پیش از آخرت. یعرضون علی النار صباحا و مساء، اونها را عرضه کرده می شود، آلوده کرده می شود به آتش دوزخ هر پگاهی و هر بیگاهی. الی ان تقوم الساعه، تا که؟ تا قایم شدن قیامت. و هذا دلیل علی عذاب القبر، این آیت دلیل شده به چی؟ به عذاب قبر والعیاذ بالله. و یوم تقوم الساعه، وقتی که با قیامت قایم می شود، الله می فرماید که ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، داخل کنید فرعون و فرعونی ها را به سختترین عذاب. نگاه کنید، اکنون به دوزخی الکو به دوزخ با داخل شدن میگه، یعنی از عذابی که در کشیده ایشان در درون قبر در حیات برزخ از اونجا گرفته، اکنون با همراه دیگه کفار اونا را به دوزخ به سختترین عذاب داخل گردانه. هذه ثلاث عقوبات. نگاه کنید که الله سبحانه و تعالی قوم فرعون، یعنی که فرعونیان را، قوم موسی بگیم، قوم موسی را به سه عقوبت گرفتار کرد. مگر مثلا این یک عبرت نمیشود که چی میشد حال کسانی که مثلا این یعنی مخالفت به پیغمبر صلی الله علیه و آله میکنن، مخالفت به شریعت میکنن. الاولى ان الله اغرقهم و محاهم عن آخرهم في لحظه واحده، الله سبحانه و تعالی اونها را غرق گردانید و نیست نابود گردانید. عن آخرهم، از سر تا آخرت. یگون کسی که
ذره قلبشند محبتی فرعون و طرفداری فرعون بود، یک لحظنده همش نابود کرد الله سبحانه. محا میمحاتو میگو که خط کور کنک از همین محا یمحو محو نیست و نابود کرد. الثانیه دویم چیست؟ انهم يعذبون في البرزخ الى ان تقوم الساعه. اونها را عذاب داده می شود در حیات برزخ تا قائم شدن قیامت. این دویم عذاب است. بنابراین کسی که یگان یعنی که همه جنایت کنه و یعنی این دلیل شده است که در عذاب قبر گرفتار میشه. الثالثه انهم اذا بعثوا يوم القيامه يدخلون اشد العذاب. اونها وقتی که زنده میشوند در روز قیامت ایشان را داخل کرده میشود، در آورده میشود به سخت‌ترین عذاب والعیاذ بالله. الله سبحانه و تعالی میگه و كذلك من عصى محمدا صلی الله علیه و علی آله و سلم فإن مآله اشد من مآل قوم فرعون. نگاه کنید شیخ چی میفرماید؟ همچنین کسی عاصی از محمد صلی الله علیه و سلم شود، البته عاقبت او، بازگشت او سخت‌تر می شود از عاقبت قوم فرعون. برای چی؟ سوال. برای چی عاقبت این با سخت‌تر می شده است؟ عذاب این سخت‌تر می شود از عاقبت فرعون و فرعونیان. لأن محمدا هو افضل الرسل. زیرا که محمد صلی الله علیه و از همه بزرگترین پیغمبر صلی الله علیه و آله. فمن عصاه تكون عقوبته اشد. کسی عاصی از بهترین پیغمبران شود، این واقعی است که عذابش هم باید که فرق کند به سخت‌تر و یعنی که بزرگتر می باشد. اخذا وبیلا تمام شده است. اخذا وبیلا ای شدیدا قویا، ما او را به عذاب سخت به قوت گرفتیم. لا حوادت فی، چنان یعنی این عذاب است که لا حوادت گفتم ملایمی ندارد. فهمیدید؟ حوادت یگان ملایمی، ما او را بعد از که گرفتیم میگو به سختی گرفتیم میگو. الله سبحانه و تعالی دیگر جا میفرماد که وقتی پروردگاری تو گیره یک گیرم گو دیگه فإن اخذ ربک شدید، قپیدن پروردگار و قپس سر نمیتیاد. اعوذ بالله. و كذلك گفت است که اخذ ربک اذا اخذ القرى، همچون انمی خلاص میگو وقتی که پروردگاری تو اخذ ربک یعنی قپیدن پروردگاری تو به عذاب گرفتن پروردگاری تو انمی خلاص میگو اذا اخذ القرى، وقتی که یک دیه را به عذاب گیرد دیگه دیه ها را و هی ظالمه، که به شرطی که همون دیه چی باشد؟ اهل اون ظالم باشد. مرا از دیه خودش درخت خانه ظالم نمیشد که آخه، یعنی اهل همون دیه اذا کان چه ظالم باشد. ان اخذه علیم شدید، البته بد گرفتنی پروردگارت میبینی که او چه است؟ در داور و سخت است. الله نکنه. فهذه الآية دليل على منة الله علينا بإرسال الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلينا. این آیت دلیل شد است. دلیل به چیه؟ به منتی پروردگار بالای ما. الله بالای ما منت کرده است که میگه ما شما را به پیغمبر نماندیم، شما را از بهترین به شما بهترین پیغمبر که فرستانیدیم. این دلیل آن است که شما بهترین امتی. هر پیغمبری که او بهتر باشد امتی او هم بهتر میشه. به فرستانیدن رسول محمد صلی الله علیه و سلم به سوی ما. و ان الغرض من ارساله ان يبين لنا طریق العباده. مقصد و ان الغرض و مقصد از فرستانیدن او این است که برای ما بیان میکند راه عبادت را. فمن اطاعه دخل الجنه، کسی اطاعت از او کنه به جنت میدراید. و من عصاه دخل النار، و کسی از او عاصی شود به دوزخ میدراید. کما دخل آل فرعون النار، طوری که آل فرعون یعنی فرعون و فرعونیان به دوزخ داخل شدند. لما عصوا رسولهم موسی علیه السلام، وقتی که رسولشان موسی علیه السلام چی شدند؟ عاصی شدند. و كذلك اعداء الرسل كلهم هذا سبيلهم و هذا طریقهم. و همچنین دشمنان رسول ها همشون راهشون طریقت و اسلوبشون همین است. عاصی شدن
دشمنی کدام پیغمبر، یعنی قومی کدام پیغمبر با پیغمبری خود به کدام نموده که عاصی و وای شده باشه، عاقبتش همین خلاصه که به دوزخ داخل می شود. و صلی الله وسلم علی نبینا محمد و آله و صحبه اجمعین الطیبین الطاهرین.